آره اصلا آماده به دنیا اومدم. خیلی به خودم افتخار میکردم. خیلی خوب، حالا پنجه راستتو ببر بالا و سوگن یاد کن. من نیکولاس وایت قول میدم که شجاع، وفادار، مفید و قابل اعتماد باشم، حتی با وجود اینکه یه روباهی. چی گفت؟ نه من چیکار کردم؟ خواهش میکنم بگه چه کار اشتباهی کردم و برای چی؟ واقعا فکر میکنی ما به یه روباه بدون کوزه بند اعتماد میکنیم؟ از اونی که به نظر میادم احمق‌تری.